آوردند که کاروانیان به حاکم شکایت بردند که 2 راهزن کاروان 100 نفره ما را غارت کردند. حاکم با تعجب پرسید: چگونه 100 نفر از عهده 2 تن بر نیامدید؟ چگونه 2 نفر بر 100 نفر غالب شدند؟ یکی از آنان گفت: آنها 2 نفر بودند و همراه، ما 100 نفر بودیم و تنها. اتحاد رمز پیروزی است. عامل رشد و نموی دولت و پایداری استقلال اتحاد و همبستگی مردم است. همیشه دوست و برادر باشیم، برای سرزمین خود وفادار خدمت کنیم تا تاجیکستان عزیز همیشه گلگل شکوفا باشد. جشن استقلال مبارک هموطنان عزیز. برای در جهان